داستان بسیار جالب. چگونه پولدار شویم؟ رحمت الله بچه فقیری بود. صبحها نان خشک میخورد، شبها با فکر قرض میخورد. همه میگفتند این بچه سرنوشتش همین است، فقیر به دنیا آمده. اما رحمت الله یک چیزی داشت که دیگران نداشت. او چیز چه بود؟ فکر کردن. روزی پیش یک مرد پولدار کار میکرد. دید که مرد پولدار بیشتر از پول حساب داره. میدانست چی خرج کنه چی نکنه. رحمت الله از همون روز شروع کرد. پول کم می آمد ولی هدر نمیداد. یک مهارت یاد گرفت. هر روز کمی بهتر شد، نه یک شبه. سالها گذشت، رحمت الله پولدار شد. اما نه فقط پولدار پول، پولدار عقل و صبر شد. روز یکی ازش پرسید چگونه پولدار شدی؟ لبخند زد و گفت اول فکر خود تغییر دادم، بعد روزگارم تغییر دادم. پولدار شدن از جیب شروع نمیشه، از فکر شروع میشه.